قابل جان گیویف سردختر بیمارخانه مرکزی ناحیه رشت از عالمان و پژوهشگران دعوت دارد ترکیب داروی پنومونی بوزها را سنجند. وی ادعا دارد وضع سلامتی چندی از بیماران که از پنومونی رنج می بردند پس از استفاده همین دارو رو به بهبودی نهاده است. من توصیه دادم که استفاده کردن بسیار داروی نزد یوردان کرده است خوبه. اما شعبه بیماری سرایتی 12-13 نفر که حالت وضعی بودن پنومونی وضعی بودن 3 نفر در دستگاه نفس تنی بود ای حالت برو اومدن بعد گذراندن دارو عالما آموخته تیزترک هرچی در توصیه دادن در که استفاده کنن مردم خوب شود. رادیو آزادی چند روز قبل درباره شفا یافتن او از التهاب شش با استفاده از همین دارو خبر داده بود. گیویف روز 11 می در صحبت با رادیو آزادی گفت سلامتی چند نفر دیگر بعد استفاده از این دارو بهبود یافته است. در همین حال یک همصحبت رادیو آزادی خبر داد که گیویف اخیراً برای تبابت ملیسه‌های بیمار به گاسپیتال دعوت شده است. خودی گیویف در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تصدیق و یا رد نکرد و نخواست در این باره صحبت کند. و تنها از این دارو به تکرار ستایش کرد که می تواند بیماران را شفا بخشد. رادیو آزادی به دلیل آنکه فایده این دارو اثبات نشده است از نشر نام آن خودداری می‌ورزد. دارویی که از آن گیویف استفاده کرده است در هلند استحصال شده و برای دوای بیماری‌های راه‌های نفس چاروای کلان و خرد استفاده می‌شود و در ترکیبش استرپتامیتسین دارد. این دارو در فهرست سازمان جهانی تندرستی ثبت شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در این باره اطلاعی ندارد و برای معالجه از کووید 19 دستورالعمل مخصوص آماده کرده است که طبیبان باید بر پایه آن عمل کنند.